میخوام دو تا اصطلاح رو تعریف کنم که باز هم من توی جزوه به اصطلاح نیاوردمش. حمایت یا ساپورت. ممکنه خیلی شنیده باشید در موردش. اوکی؟ دوستان حمایت، اولا ما حمایت و مقاومت های متفاوتی داریم. حمایت و مقابلش هم میشه مقاومت یا رزیستنس. من اول تعریف حمایت و مقاومت رو بگم، تو جلسات بعدی شروع میکنیم به اصطلاح انواعش رو بررسی کردن. اوکی؟ حمایت در واقع، اول حمایت رو بگم، سطوح، حالا من حمایت در واقع استاتیک رو میخوام براتون بگم، تعریف حمایت استاتیک رو میگم. سطوح افقی هستن که برای خریداران جذابیت دارند. سطوح افقی که برای خریداران جذابیت دارند. مقاومت چی میشه؟ تعریف مقاومت، سطوح افقی هستند که برای فروشندگان جذابیت دارد. دوستان به این اولی حمایت، سطوح افقی که برای خریداران جذاب هستند، گفتیم حمایت یا ساپورت میگیم. بهشون منطقه یا محدوده تقاضا هم میگیم. پس اگر یه جا شنیدین منطقه یا محدوده تقاضا، در واقع مثل همون ساپورت میمونه، همون حمایته. اما مقاومت گفتیم سطوح افقی که برای فروشندگان جذابیت دارن. به این میتونیم منطقه یا محدوده عرضه بگیم. دوستان فراموش نکنید بازار، همه بازارهای مالی جز دو تا چی بیشتر نیستن: عرضه و تقاضا. اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، همه اینا بر اساس عرضه و تقاضا. بازار، من اینجا می نویسم مارکت یا بازار زمانی تعریف پیدا میکنه و معنی پیدا میکنه که داخلش عرضه و تقاضا وجود داشته باشه. توی انگلیسی به تقاضا میگیم دیمند و به عرضه میگیم ساپلای اند دیمند، عرضه و تقاضا. پس جاهایی که برای خریدارا جذابیت داره و جذابه میشه محدوده تقاضا، یعنی تقاضا داخلش وجود داره و ممکنه اونجا خرید صورت بگیره، این میشه حمایت. و جاهایی که برای فروشنده ها جذابیت داره، منطقه یا محدوده عرضه هستش، یعنی جایی که فروشنده ها دلشون میخواد قیمت به اونجا برسه که بفروشن. اوکی؟ ماها اول خرید میکنیم در یک منطقه‌ای که برامون جذابه و حس میکنیم که قیمت پایینه و ارزش خرید داره، خرید میکنیم و در مناطقی که به اصطلاح سطوح جذاب برای فروشنده ها هستن و محدوده عرضه است میفروشیم. اوکی؟ پس میخریم در کجا؟ در حمایت ها. میفروشیم در کجا؟ در مقاومت ها. اوکی؟ و ماحصل این خرید و فروش برای ما دو تا مورد خواهد بود. اگر فروش ما بالاتر از نقطه خریدمون باشه به ما چی میده؟ سود میده. انگلیسی ها چه بهش میگن؟ پرافیت. اگر قیمت خرید ما بالاتر از قیمت فروش باشه چی میشه؟ میشه ضرر. انگلیسی ها چی بهش میگن؟ لاس یا ضرر. اوکی؟ پس الان مفهوم خرید و فروش، دوستان همه ما میخریم با یک حسی که بعد بهتون میگم حس طمع، و میفروشیم با یک حسی به اسم حس ترس که بعد تو سنتیمنتال اینا رو کامل براتون باز میکنم. هدف همه ما اینه که از بازار سود بگیریم. اگر قیمت فروشمون بالاتر از خریدمون باشه پرافیت و سود میگیریم، ولی اگر قیمت فروشمون پایینتر از خریدمون باشه اون موقع ما وارد ضرر میشیم و به اصطلاح ارزش پولمون کاهش پیدا میکنه. انواع حمایت و
مقاومت، همون ساپورت اند رزिस्टنس میشه. اولین نوع حمایت و مقاومت استاتیک یا ایستا هست. خب که در واقع تعریفی که براتون کردم از حمایت و مقاومت همینه، سطوح افقی هستن. دومین مورد حمایت و مقاومت های ترند لاین هستن یا خطوط روند. اوکی. سومین مورد در واقع انواع حمایت و مقاومت های داینامیک هستند، داینامیک یا پویا که بعد در موردشون صحبت میکنیم، مثل مووینگ اوریج ها یا میانگین های حرکتی ساده. و چهارمین نوع حمایت و مقاومت های فیبوناچی هستند که در مورد این هم صحبت خواهیم کرد. خب من الان میخوام در مورد این مورد اولی بهتون یاد بدم که چجوری سطوح حمایت و مقاومت رو به اصطلاح حمایت و مقاومت استاتیک رو بکشیم. اولا یادتون باشه دوستان، نکته همینجا بنویسم، قوی ترین نوع حمایت و مقاومت ها مدل استاتیک یا همون ایستا هست. پس این چیزی رو که الان میخوام بگم، همین مدل ایستا یا استاتیک یا سطوح افقی، قوی ترین نوع حمایت و مقاومته. بهتون گفتم که ما در حمایت ها میخریم، در مقاومت ها میفروشیم. اصول کار اینو میگه. پس الان بریم ببینیم چجوری میتونیم حمایت و مقاومت ها رو بیرون بکشیم. من میرم روی یک نمودار. اوکی، اینو با اجازه شما کلا پاکش میکنم. نمودار بیت کوینه. دوستان ما توی تایم فریم های مختلف میتونیم حمایت و مقاومت ها رو بکشیم. یادتون باشه توی تایم فریم های مختلف معمولا از تایم فریم های بالا شروع میکنیم به سمت تایم فریم های کوچک. اوکی، من مثلا از تایم فریم دیلی استارت میزنم. خب دوستان، کشیدن حمایت و مقاومت های استاتیک روش های مختلفی داره. من این روش ها رو بهتون یاد میدم تا انشالله به یک جایی برسید که ویژوال، یعنی با چشم بتونید این حمایت و مقاومت ها رو بکشید. قبل از اینکه انقدر حرفه‌ای بشید که ویژوال بتونید این کار رو بکنید، یه سری ابزارهای خیلی خوب رو بهتون یاد میدم. یکی از اون ابزارها ابزاری به اسم زیگزاگه. اوکی، ببینید الان توی صفحه تریدینگ ویو هستم. یک قسمت بالا، حالا رو تایم فریم دیلی میخوام حمایت و مقاومت ها رو بکشم. توی قسمت FX وارد میشم. اینجا ببینید وقتی میرم رو FX نوشته Indicators and Strategies، اندیکاتورها و استراتژی ها. روی این میزنم. وقتی میزنم یه جای سرچ به من میده. من اینجا سرچ میکنم زیگ زاگ. ببینید همون زیگش رو که زدم برای من آورد، زیگ فاصله زاگ. اوکی، اینو میزنم. بسیار عالی. خب یا زیگزاگ پلاس پلاس هم میتونم بندازم. اجازه بدین ببینم. نه، کاری به پلاس پلاس نداریم، خود زیگزاگ رو به کار میبرم. خب ببینید دوستان، یه سری خطوطی رو آبی رنگ رو برای من کشیده و یه سری عددها. برای اینکه از شر این عددها راحت بشم دوستان، هر اندیکاتوری رو که شما میایید اضافه میکنید اینجا اسمش رو میذاره. اگر این ضربه در رو بزنم ببینید پاکش کرد، از بینش برد. دوباره میتونم بیارمش، میزنم زیگ زاگ، میزنم روش و خودش اومد دوباره اینجا اضافهش کرد. اوکی دوستان، این زیگزاگ رو میرم، یه چرخ دنده داره. اولا اینجا هایدش میکنه، ببینید یه بار دیگه میزنم نشون میده، هاید میکنه نشون میده. یه چرخ دنده یا ستینگ داره، من میزنم روش. ببینید نوشته لیبلز لاینز. این تیک لیبل رو اگر ببرم و تیک لاین رو اگر بذارم، ببینید دیگه اون اعداد رو کلا از بین برد، فقط دارم خطوط رو میبینم. برای کشیدن یک به اصطلاح سطوح حمایت و مقاومت کافیه شما زیگزاگ رو بذارید. الان من یک زیگزاگ اینجا دارم میبینم، میخوام این قسمت به اصطلاح براش بکشم. دوستان دقت کنید، بعد میام کجا؟ توی ابزارها. اینجا ابزارهایی هستش که من میتونم استفاده بکنم. یه ابزاری اینجا دارم که برای شما حالت دیفالتش رو براشه. اوکی،
بغل دستش یه دونه در واقع مثل فلش داره. اگر من بزنم براش، هایلایتر، رکتنگل، الیپس، پد، کر، پولیلاین الی آخر، من رکتنگل یا مستطیل رو انتخاب میکنم. اوکی، الان انتخاب کردم. یادتون باشه بچه‌ها، ما میگیم در مورد حمایت و مقاومت ها میگیم سطوح افقی. نگفتم یک عدد، نگفتم فقط یک عدد، دارم میگم سطح. پس یک محدوده قیمتی میشه حمایت یا و مقاومت. مثلا حمایت و مقاومت فرضاً رو $50,000. وقتی میگم $50,000 ممکنه منظورم از $49,500 باشه تا $50,500، بسته به اون تایم فریم زمانی که دارم در موردش صحبت میکنم. پس یادتون باشه ما عدد مقاومت نداریم، عدد حمایت نداریم، سطح مقاومت داریم، سطح حمایت داریم. اوکی؟ حالا میخوام این سطح رو بکشم. دوستان هر جا ببینید اینجا یک سری دره و یک سری قله این زیگزاگه برای من ایجاد کرده. هر جا که دره هاش زیاد هستش، مثلا میگم اینجا، 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 ببینید دقت کنید نشونتون بدم. 1 2 3 4 5 تا دره در یک محدوده قیمتی داریم. این میشه حمایت. اینو زدم رکتنگلو. اوکی، همینجا یه دونه مستطیل این شکلی میکشم، سعی میکنم به این 5 تا هم برخورد داشته باشه. دقت کنید من یه کمی زوم میکنم بهتر ببینیم. اینم اصلا ببرمش. دقت کنید. دوستان این یه بار، این 2 بار، این 3 بار، این 4 بار، این 5 بار. در چه سطحی ممکنه بگی آقا در چه سطحی اینو بایستی ضخیم بکشیم؟ در صورتی که باید برخورد داشته باشه با همش. نگاه کنید الان این به این بالایه برخورد داشت، اینم بایستی بیارم که الان تمام این 5 تا موردم میتونم بگم داخل این باکس مستطیلی قرار گرفته، یا داخلشه یا دقیقاً روی لبشه. این میشه یک سطح حمایتی و مقاومتی. اگر احسنت، اگر قیمت من اینجاست، اگر قیمت من بالاتر از اون سطح باشد، این سطح یک حمایت است. اگر قیمت من پایین تر از این سطح باشد، این سطح یک مقاومت است. اوکی؟ پس من الان تونستم اینو بکشم. بیایم یه سری دره و به اصطلاح قله دیگر هم مشخص کنیم. مثلا میگم بچه اینجا دقت کنید، این جایی که کشیدم تو تایم فریم روزانه چند تا برخورد داریم؟ 1 2 تقریبا اینم میتونیم حساب کنیم 3 4 5. قیمت هم پایین تر از این سطحه، پس این چیه؟ این یک مقاومته. اوکی؟ پس تی بذارم اینجا براتون بنویسم. اینجا یک مقاومته. اوکی؟ و اینجا چیه؟ میتونم یه تی بنویسم اینجا بذارم و بنویسم حمایت. دوستان این تی تکسته، اینم حمایت من. پس در محدوده دوستان تایم فریم روزانه قیمت من از کی؟ از تقریبا 30 دسامبر سال 2020، یعنی از ابتدای سال 2021 تقریبا توی این رنج قیمتی قرار گرفته. بله یه جاهای هم مقاومت رو شکنده، ولی عمدتاً میتونم بگم قیمت من بین این حمایت و مقاومته. اوکی دوستان، به این حمایت و مقاومت اصلی که تو تایم فریم روزانه کشیدم میگیم حمایت و مقاومت میجر. اوکی، میجر ساپورت اند رزیستنس، یعنی سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی. اوکی دوستان، حالا اگر من اینجا وسط اینها هم یک سری حمایت و مقاومت دیگه پیدا کنم، مثلا میگم این، دقت بفرمایید، این هم میتونه یک
الان اینجا حمایت یا مقاومته؟ حمایته. چرا؟ چون قیمتم بالاتر قرار گرفته. دوستان یادتون باشه سقف بالاترتون رو نگاه کنید همین الان هر جا که هستید، این یک مقاومته، اجازه نمیده ما از اینجا بریم خونه بالایی، درسته؟ کف زمین یک حمایته، اجازه نمیده ما از اینجایی که هستیم بیفتیم توی طبقه پایینی. پس پایین کف میشه حمایت، سقف میشه مقاومت. برای که یادتون نره همیشه اینو به خودتون تکرار کنید. اوکی؟ پس من اینجوری می نویسم: حمایت یا کف قیمتی، مقاومت یا سقف قیمتی. حالا این وسط من اگر هر حمایت و مقاومت دیگری پیدا بکنم میشه حمایت یا مقاومت های فرعیم. بهش چی میگم؟ مینور یا ماینر support and resistance. سطوح حمایتی و مقاومتی فرعی. اوکی دوستان، شما توی تایم فریم های مختلف میتونید حمایت مقاومت ها رو پیدا کنید. الان من توی دیلی گذاشتم. هر جایی که شما دیدید یک تعداد زیادی در واقع قله و دره، مثلا نگاه کنید اینجا ما میتونیم بگیم این قله است، این دره است، این دره است، این دره است، این یکی هم دره است. پس این یک سطح حمایتی فرعیه که میتونه جلوی قیمت رو برای من بگیره. دوستان یادتون باشه فرض قوی بر اینه که حمایت و مقاومت شکسته نمی شود. حمایت و مقاومت جایی است، اینجا می نویسم، هر حمایت و مقاومت، در واقع منظورم سطوحه، دیدیم که یک سطح قیمتی بود، خب جایی است که ما انتظار پرایس اکشن رو داریم. دوره آموزشی تکنیکال پرایس اکشن یعنی چی؟ یعنی اکشن قیمتی، یعنی اینکه آقا در سطوح حمایت و مقاومت ما انتظار داریم اگر قیمت داره میاد پایین به یک حمایتی برخورد کنه، این حمایت جلوی ریزش رو بیشتر رو بگیره و قیمت بره بالا. پس اینجا یک جای بسیار مطلوب برای خریدارانه، منطقه تقاضاست، جایی که تقاضا برایش زیاده و اگر قیمت داره میره بالا در برخورد با یک سطح مقاومتی، اینجا چیه؟ دوستان انتظار داریم وقتی قیمت داره میره بالا به یک مقاومتی که برخورد میکنه مثل اینه که به یک سقفی خورده، انتظار پرایس اکشن دارم، یعنی یک اکشن قیمتی ببینم، یک حرکت به سمت پایین ببینم. اوکی؟ اینجا مطلوب کیه؟ فروشندگان محدوده چی میشه؟ عرضه میشه. اوکی؟ پس چقدر خوبه که در یک نموداری من اگر بتونم در یک نموداری محدوده های مقاومت یا سطوح مقاومت حمایتم رو مشخص بکنم، اوکی، میتونم در حمایت ها بخرم و در مقاومت ها بفروشم و این وسط چی کسب کنم؟ سود یا پرافیت. خیلی ساده به نظر میاد. ممکنه همین الان بگید که مثلا میگم آقا خب این که کاری نداره، من همین حمایت و مقاومت ها رو میکشم، میام تو حمایت ها میخرم و تو مقاومت ها میفروشم. دوستان این به این سادگی هم نیستش. بله به نظر خیلی ساده میاد، ولی بعضی موقع ها شما توی یک حمایتی میایید خریدتون رو انجام میدید، خب و فکر میکنید که دیگه این قرار آخر قیمت باشه، کف قیمت باشه، ولی قدرت فروش به حدی بالاست که اون حمایت شکسته میشه. وقتی اون حمایت شکسته میشه، اوکی، شما اومدی روی حمایت خریدی، اینجا وارد چی میشی؟ وارد ضرر یا همون لاس میشی، وارد ضرر میشی. اوکی؟ پس اینه که ما بتونیم تشخیص بدیم کدوم حمایت میتونه از قیمتمون به معنای واقعی حمایت بکنه و اونجا خریدمون رو بتونیم انجام بدیم. این کار هر فردی نیست، نیاز به اسکیل، دانش و مهارت داره. اوکی؟